سفرزاده شریفخان نوراحمد که از 25 ایول سال 2022 اجرا کننده وظیفه رئیس نویه ورزوب بود، رئیس کامل حقوق این نویه تعیین شده است. فرمان پرزیدنت درباره تعیین سفرزاده به این مقام در سامانه پرزیدنت و دیگر سامانه‌های رسمی حکومت تاجیکستان هنوز نشر نشده است، ولی در سامانه رسمی حکومت نویه ورزوب او علاقه همچون رئیس نویه معرفی می شود. قبلا شریفخان سفرزاده در سامانه نویه همچون اجرا کننده وظیفه رئیس ذکر می شد. طوری قبلا خبر داده بودیم با فرمانهای پرزیدنت تاجیکستان از 25 ایول سال 2022 شیرعلی زاده محمد الله به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه ورزوب آزاد کرده شده. سفرزاده شریفخان به جای او اجرا کننده وظیفه تعیین شد. شریفخان سفرزاده تا تعییناتش برابری نویه ورزوب در وظیفه معاون یکم رئیس نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه فعالیت داشت. درباره شریفخان سفرزاده معلومات دیگری دسترس نیست. ترجمه آل رئیس نو نویه ورزوب در یگان منبع باز نشر نشده است. نویه ورزوب عبارت از یک شهرک و 6 جماعت و 75,000 اهالی داشته در شمال پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جایگیر شده است. این نویه با مکانهای آسایشی خود بخصوص با دریاهای ورزوب و خرنگان شورت دارد. سالهای آخر در ورزوب صدا بوستانسرای‌های معاصر قامت افروختند و نرخ زمین در این منطقه به دلیل زیاد بودن خریدارانش خیلی بالا رفته است. به این دلیل مقام‌های رهبری در نویه ورزوب در سالهای آخر منصب‌های خیلی رفغانین دانسته می‌شوند.